درود دوستان عزیز، هنرجویان گرامی و همراهان وبسایت نوت به نوت. مصطفی رسولیان هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور و خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا با ادامه بحث آموزش سنتور در خدمتتون باشم. خب این جلسه بچه ها میخوایم بریم سراغ اولین درس کتاب دستور سنتور. ویدیوهای قبلیمو حتما دیدید. کتابایی که معرفی کردیم برای هنرجوها برای بحث ابتدایی، کتاب دستور سنتور بود از استاد پایور و کتاب شیوه سنتور نوازی بود از استاد کامکار. ابتدا این کتاب دستور سنتور، من یه بار دیگه براتون بگم، کتاب دستور سنتور رو با هم اولین درسش رو این جلسه آموزش خواهیم دید. خب در جلسات قبلی مقدمه کتاب و آنچه قابل فهم برای هنرجویان بود برای بچه ها براتون توضیح دادیم. رسیدیم به اولین درس کتاب، درس شماره 1. خب دوستان، برای جلسه اول و درس اول کتاب دستور سنتور یه نظری به ذهنمون اومد. گفتیم که یکی از هنرجوها بیاد این درس رو بزنه، حتما توی نواختنش اشکالاتی به وجود خواهد آمد، میخوایم از نزدیک ببینیم و اشکالاتش رو رفع کنیم. خب حتما من باید درس رو براتون خودم بزنم به طور صحیح و موارد جزئیات و کلیات درس رو براتون بگم. این کار رو خواهم کرد. الان یه توضیح مختصر بدم برای اینکه درس رو متوجه بشیم. درس شماره 1 میزان 4/4 هست. گفتیم تو ویدیوهای قبلی توضیح دادیم میزان و کسر میزان و به اصطلاح ریتمو. خب میزان ملودیمون 4/4، یعنی 4 تا نوت سیاه تو یک میزان، یعنی بگیم 1 2 3 4. خب بعد یادتونه یه موضوع از تمپو گفتیم. یکی از دوستانی که اینجا بود یه نظری داد به من و داشت میدید ضبط برنامه رو، گفتش که آقای رسولیان این توضیحی که دادی فکر میکنم کم بود برای هنرجویان و ایشون نظرش بسیار محترم هست و ما حتما دوباره این موضوع تمپو رو که مربوط به سرعت ملودی میشه حتما براتون توضیح خواهم داد دوباره. خب حالا تمپوی اینجا گفته 48. خب یعنی مقداری از ثانیه کمتر و آرومتر. خب حالا پس میشه میزانامون، نوتای سیاهمون 1 2 3 4. منظور از استاد اینه که این درس رو بسیار آهسته بزنیم. خب نوت‌های این درس چی هست؟ اولین نوت یعنی میزان اول سل لا سی دو. میزان دوم سی لا سل فا. میزان سوم یعنی خط دوم سل سکوت سل. خب بچه ها تا اینجا رو بزنیم. اصل خانوم برامون بزنه درسو. خب بچه ها قبل از اینکه اصل خانوم شروع کنه به ساز زدن، مرور کنیم چند تا مطلب مهم قبلی که مفصل در موردش توضیح دادیم. اول نشستن بود، کامل توضیح دادیم. قائمه بنشینیم، مقداری از صندلی از پشت صندلی فاصله داشته باشیم. ارتفاع میز، نحوه گرفتن مضراب، انگشتا زیر دو مضراب بسته، فاصله مضراب تا سیم. الان تقریبا کمه این فاصله، حدوداً کمه. حالا چون فکر نمی کنم به اصطلاح کارگردانی اجازه بده ما الان دست بزنیم به میز، ولی خب مجبوریم ادامه بدیم. میخوام بگم بازم کمه این فاصله. تنظیم کرده بودیم این فاصله رو، چرا کم شد دوباره؟ خب حالا اصل خانوم برام درس اول رو میزنه، ببینیم چه جوری میزنه. این که شما دارید میزنید ببینیم چه اشکالاتی به وجود میاد. بفرمایید شما اصل خانوم. خب چی شد؟ اولین
اشکالی که الان به وجود اومد ساق مضراب خورد به سین. این یه ببینید بچه ها، شاید تو طول نوازندگی چند باری اتفاق بیفته، به اصطلاح اینقدر نمیشه گفت یه خطای بزرگ، نه، ولی باید موارد رو رعایت کنیم که همچه اتفاقی پیش نیاد. بفرمایید. خب من اسم نوتا رو بگم. خب الان داره نسبت به تمپویی که بالای ملودی هست که نوشته نوت سیاه مساوی با 48 داره خیلی تندتر میزنه. اینجا یه چیزی بگم بهتون بچه ها، آهسته زدن بسیار مهمه توی نوازندگی سنتور. من نمیدونم تار ستار اونا چی، ویولون آیا تاثیرگذار هست یا نه، اما آهسته زدن باعث، من یه عبارتی دارم میگم مثلا در درسای به اصطلاح سخت و حالا 4 مضراب ها رو اگر هر چقدر آهسته تر بزنیم موجها جلا پیدا میکنن، یعنی به اصطلاح خودمون پرورش پیدا میکنن. هر چقدر درس رو تندتر بزنیم اشکالات بیشتر میشن. یه مثال دیگه بزنم، عین فردی که خیلی تند حرف بزنه، قطعا 2 ثانیه یه بار باید بگیم چی گفتی، یه بار دیگه بگو، چون مجبوره با سرعت کلماتو بگه، به قول معروف امپیتیری میکنه، ما نمیفهمیم. نوازندگی هم همینه، هر چقدر تندتر ساز بزنی مجبوری بعضی از تکنیک‌ها رو خلاصه کنی، به طور صحیح انجام ندی. ببینید اشتباه نکنید، نمیگم نباید تند ساز زد ها، این موضوع رو نمیگم. بعدن چرا خیلی خودم ساز میزنم، خیلی مثلا بعضی موارد رو با سرعت زیاد، اما برای تمرین هیچ موقع نباید خیلی تند تمرین بکنی و مضراب زدن یا سرعت نوازندگی خیلی تند باشه و فکر کنیم که چقدر حرفه‌ای داریم میزنیم. خب پس اصل خانوم اینجا سرعتشون زیاد بود. یه بار دیگه سول لا سی دو، میزان دوم سی لا سول فا، میزان سوم سول سکوت سول سکوت. خب یه اشتباهی دیگه هم انجام شد، میزان سوم هر 2 تا نوت با دست راسته، ایشون یه دست راست زدن و بعدی با دست چپ. نکته بعدی، این دستگذاری که داره نویسنده کتاب گذاشته هدفی داشته. ما مجاز نیستیم به سلیقه یا بنا به توانایی خودمون دستها رو جابجا کنیم. خیلی از هنرجوها بنابر تواناییشون دستگذاری رو جابجا میکنن. این خودش یه سدی، یه مشکل میشه برای، به اصطلاح یه بار گفتم، برای راه افتادن مچشون. اینم یه مشکل خواهد بود. پس عیناً مثل کتاب باید دستگذاری و مضراب زدن انجام بدیم. خب پس یه بار دیگه تکرار کنید اصل خانم. سول سکوت سول سکوت. حالا قسمت دوم میاد رو سیمای زرد، یعنی میگه رو سیمای زرد همین نوت ها تکرار میشن. بازم سرعتمون یه کم زیاده، ایراد نداره، بزنیم بریم قسمت دوم. خب اینجوری باید بریم، گفتیم از یه بار دیگه باید از کمر بچرخیم، از کمر بچرخیم ها، درست شد. مقداری هم به سمت سنتور بزنیم، سول لا سی دو. خطا شد، درسته؟ مضرابتون رو نوت 2 کامل نخورد. بریم. چرا میگیم یه پا جلو؟ برای اینکه بخوایم سیمای زرد رو میزنیم یکم بریم جلوتر، رو پا تکیه بدیم، بریم جلوتر، نترسیم. بریم.
سول لا سی دو سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. خب دوستان، تا اینجا دیدید که ممکنه در موقع تمرین با چه مشکلاتی روبرو بشید و برای اینکه نمیخوایم زیاد تایم ویدیو بالا بره و زیاد بشه، من یه بار کلا درس رو کامل براتون میزنم به طور صحیح و توضیحات مختصری میدم. هنرجویان عزیز، یه توضیح کلی نوت‌های این درس رو براتون بگم. درس شماره 1 از کتاب دستور سنتور، صفحه 18 کتاب. گفتیم قبلا براتون گفتم این علامت کلید سول هست، علامت‌های عرضی، کسر ملودی و تمپو. حالا میزان اول، اسم نوت‌ها قطعا الان یادتون نیست، مثل اینجا که نوشتیم زیر این اسم و زیر نوت ها میتونید از نقشه‌ای که تو صفحه قبل اینجا هست اسما رو پیدا کنید، زیر نوت ها بنویسید تا این نوت ها به اصطلاح اسمشون ملکه ذهنتون میشه و دیگه نیاز نداشته باشید که دنبالش بگردید تا اسمش رو پیدا بکنید. بریم. سول لا سی دو سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. هنرجویان عزیز توجه داشته باشید، علامت‌های دستگذاری و مضراب‌گذاری و 8 دست راست بود و 7 دست چپ حتما رعایت کنید. حتما عین کتاب که نوشته عین کتاب مضراب بزنید. خب ادامه. حالا سیمای زرد. سول لا سی دو سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. حالا سیم‌های سفید دوباره. لا سی دو ره دو سی لا سول لا سکوت فا سکوت. حالا سیم‌های زرد. سول لا سی دو سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. توضیحاتی که ذیل درس نوشته شده ما حین درس براتون توضیح میدیم و دادیم. مثلا علامت ها، خب این بحث بمول، کرون، دیز و سوری بحث مفصل تریه. الان زمان این نیست که ما برای شما بیش از این باز بکنیم کارکرد اینها رو. براتون اسماشو گفتیم مختصر و به اجمال براتون توضیح دادیم و همچنین کسر و برای توضیحات که در مورد میزان و خط میزان هست که در ویدیوهای قبلی براتون گفتیم اینا رو. هنرجویان عزیز، الان من درس رو کامل براتون میزنم که به صورت یه سرمشق داشته باشید. همزمان با نواختنم اسم نوت ها رو دونه به دونه میگم. توجه داشته باشیم که قبلا باید نوت ها رو یاد گرفته باشیم، جاهاش رو روی 5 خط حامل، و اگر نتونستید به خاطر بسپرید با مداد زیر نوت ها اسماشو میتونید بنویسید. پس شروع کنیم درس رو بزدن. یه بار دیگه آدرس درس رو بدم بهتون. درس شماره 1 از کتاب دستور سنتور، صفحه 18 کتاب، خط اول.
بچه‌ها خط اول رو که میگم وقتی میرسم خط دوم میگم شروع خط دوم، خط به خط رو براتون توضیح میدم. بریم از خط اول. سول لا سی دو سی لا سول فا. خط دوم سول سکوت سول سکوت سول لا سی دو. خط سوم سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. خط چهارم لا سی دو ره دو سی لا سول. خط پنجم لا فا سول لا سی دو. خط ششم سی لا سول فا سول سکوت سول سکوت. هنرجویان عزیز، این آدرسی که من بین نواختنم دارم میدم یه مکس اضافه داره، اینو جزو زمان و ریتم محاسبه نکنید. من دارم میگم خط دوم سوم چهارم که رو کتاب گم نکنید نوت ها رو. خب هنرجویان عزیز، به پایان این جلسه رسیدیم. درس اول کتاب دستور سنتور رو با هم زدیم و دیدیم که باید چگونه کار بکنیم این درس رو. توضیح این که حتما بچه‌ها درس رو حفظ کردید، اینجا نقطه پایان کار نیست، اینجا به گفته من نقطه صفره. از اینجا بعد تمرینات مکرر برای هر درسی لازمه. یعنی در شما اگه مثلا این درس 2 دقیقه طول میکشه، در طول روز که باید مثلا به نظر اکثر مثلا مدرس ها نیم ساعت یا 1 ساعت تمرین کنید، همین درس رو باید تکرارش بکنید. نه اینکه بگید حفظ شدیم و کافیه. نه، مثل ریاضی یا مثلا ادبیات فارسی نیست که حفظ شده باشیم تموم بشه. نه، ملودی موسیقی و چه سنتور تار ستار وقتی حفظ شدیم تازه شروع کارمونه. پس وقتی ویدیو رو دیدید، یه بار کامل مطالبش رو به دقت دیدید، درس رو خودتون از اون کتاب بزنید و قطعه به قطعه‌اش رو حفظ بکنید و در طول هفته تمرین کنید درس رو. همچنین از اصل خانم تشکر میکنیم که این جلسه همراهی کردن ما رو. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام من پایین صفحه زیرنویس شده. میتونید اگه سوالی داشته باشید از این طریق با من در ارتباط باشید. ویدیوهای من رو دنبال کنید، منتظر جلسه بعدی باشید. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.